همینطور که میبینید ما تونستیم با 46 تا مطلب توی سایتمون تا حالا 1400 بار توی سرچ گوگل دیده بشیم. امروز و در این ویدیو میخوایم با هم دیگه روش اصولی برچسب‌گذاری توی مطالب سایت رو با هم یاد بگیریم که با استفاده از این روش شما میتونید خیلی راحت توی صفحه اول سرچ گوگل بیایید و در زمان خیلی کمی بازدیدهای زیادی رو توی سایتتون داشته باشید. پس تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. خب من وارد صفحه وردپرس سایت هم شدم. همینطور که اینجا نوشته ما تا حالا 46 تا مطلب منتشر کردیم و مطالب در مورد موضوعات مختلف هستش و در واقع کنسول سرچ گوگل 1400 بار توی سرچی که مردم انجام دادن اسم سایت ما جزو نتایج پیدا شده بوده. اول از همه برای برچسب‌گذاری ما باید دنبال این باشیم و بتونیم کلمات کلیدی رو پیدا کنیم که توسط مردم خیلی زیاد سرچ شده باشه. خب ما چند روش داریم واسه این که بتونیم این کلمات کلیدی رو پیدا کنیم. میریم اولین روشش رو انجام بدیم، وارد سایت گوگل میشیم، به این URLی که من می‌نویسم میریم ads.google.com. حتما دقت کنید که اینجا باید با فیلتر شکن وارد بشید تا بتونید از این سایت استفاده کنید. خب این زبانش به فرانسوی هستش. من پایین میرم تا زبانش رو به انگلیسی تبدیل کنم. وقتی که وارد ads.google.com شدید از این سربرگ سوم به این قسمت میرید. کیورد پلنر رو باز میکنید و در این قسمت روی این دکمه کلیک میکنید تا وارد قسمتی بشید که به شما نشون میده که در واقع هر کلمه کلیدی توسط مردم توی گوگل چقدر سرچ میشه. خب من اینجا حسابم رو انتخاب میکنم. شما برای اولین بار که وارد سایت شدید باید برای اولین بار توی صفحه اصلی این روی ساین این کلیک کنید و با ایمیلتون وارد سایت بشید. خب من قبلا این کار رو انجام دادم، با ایمیلم وارد شدم. به همین قسمت کیورد پلنر میام و توی این قسمت روی این گزینه کلیک میکنم. یک صفحه‌ای برامون باز میکنه که اول از همه این قسمتی که زبان رو انتخاب میکنیم باید حتما روی فارسی تنظیمش کنیم. من روی انگلیش کلیک میکنم و پرشین رو سرچ میکنم، روش کلیک میکنم. دومین کاری که باید انجام بدیم اینه که از این قسمت در واقع موقعیت مکانیمون رو از آمریکا ورداریم و روی سیو کلیک کنیم. وقتی روی سیو زدیم آل لوکیشن برای ما فعال میشه و از این به بعد این کلمات کلیدی که ما سرچ میکنیم توی همه لوکیشن ها و فقط در زبان فارسی سرچ میشه. خب توی این کادر من باید اون جمله یا کلمه‌ای که میخوام سرچ کنم رو اینجا باید وارد کنم. خب ما برمیگردیم به سایتمون و بیایید که این پیدا کردن برچسب رو به صورت عملی با هم انجام بدیم. خب من به یکی از پست‌های سایتم میرم و بهتون نشون میدم که باید از چه طریقی این عملیات برچسب‌گذاری اصولی رو انجام بدیم. به قسمت برچسب ها میرم
خب توی این قسمت ما در واقع این برچسب ها رو از همین گوگل ادز در واقع دریافت کردیم. خب ما اول میریم سراغ موضوع پستمون. موضوع پستمون در مورد بهترین گوشی ها هستش. خب ما همین در واقع کلمه اصلی رو کپی میکنیم و میریم توی قسمت کیورد پلنر و توی اینجا پیستش میکنیم. دقت کنید که فقط لازم اینجا اون کلمه اصلی رو وارد کنید و اینجا روی این گزینه کلیک کنید تا سرچ براتون انجام بشه. توی این صفحه‌ای که براتون باز میکنه میاد اون چیزی رو که مردم بیشتر توی گوگل سرچ میکنن رو بهتون نشون میده. روی این گزینه اول اگه یک کلیک انجام بدم میاد و در واقع این کلمات کلیدی رو طوری میچینه که از بیشترین بازدید به کمترین باشه. خب من اینجا میبینم که اولین در واقع چیزی که برام پیدا کرده بهترین گوشی سامسونگ هستش که من این رو هم اینجا توی در واقع برچسبام وارد کرده بودم. خب میریم که با این ابزار بیشتر آشنا بشیم. مثلا کلمه کلیدی بهترین گوشی سامسونگ اومده و توی هر ماه 2400 بار توسط مردم توی گوگل سرچ میشه که در واقع میتونه اینجا هم بهمون بگه که در واقع در چند ماه اخیر چقدر رشد داشته و میزان رقابت سایت ها توش به چه صورت هست. اینجا میبینیم که توی این کلمه کلیدی میزان رقابت توی سایت ها که برای صفحه اول گوگل هستن در واقع متوسط هستش و بقیه کلمات کلیدی مثلا این کلمه کلیدی بهترین گوشی سامسونگ در واقع مقدار رقابت توش کم هستش. پس ما میایم و اینهایی که در ماه بازدید زیادی دارن اما رقابت توشون کم هست رو انتخاب میکنیم و از اینها برای برچسب گذاری توی در واقع پستمون استفاده میکنیم. من خودم اومدم اینها رو یکی یکی اونهایی که خوندم و بیشتر مرتبط با اون موضوعم بود از اینا کپی کردم و توی این قسمت برچسب‌های سایت هم وارد کردم و شما میتونید این کار رو تا جایی ادامه بدید که این بازدیدها به بالای 30 تا برسه. وقتی که این تعداد بازدید در ماه به زیر 30 تا برسه دیگه اون کلمه کلیدی ارزش خاصی نداره و نیازی نیست که شما اون رو انجام بدید و داخل سایتتون بذارید. من مثلا میرم صفحه دومش تا بهتون نشون بدم. اینها هنوز 50 هستش، 70. میرم به صفحه سوم. صفحه سوم از 50 تا 40 هستش بازدید در ماه و اینجا به زیر 30 تا که برسه دیگه این کلمه های کلیدی که از اینجا به بعد هستن در واقع ارزش خاصی ندارن و کمک زیادی به سئوتون ندارن. پس شما میتونید همون معمولا همون صفحه اول رو و همین در واقع 10-20 مورد اول رو بردارید و داخل برچسب‌های سایتتون بگذاریدش. این یکی از بهترین سایت هایی بود که ما تونستیم ازش در واقع میزان سرچ مردم رو بررسی کنیم و اون کلمات کلیدی که مردم بیشتر سرچ میکنن رو توی سایتمون بذاریم. حالا با یک سایت دیگه هم میخوایم آشنا بشیم. این سایت هم در واقع میاد بیشترین سرچ مردم رو به همون نشون میده و مثل سایت
گوگل ادز میتونیم ازش برچسب ها رو استخراج کنیم. اسم سایتش keywordtools.io هستش. توی سایتش توی صفحه اصلی که بیاین در قسمت اول باید انتخاب کنید که توی چه پلتفرمی میخواید این کلمه های کلیدی رو بهتون نشون بده. گوگل داره، یوتیوب و آمازون و بینگ هم داره و الا چیزهای دیگه هم داره. خب ما میخوایم در واقع توی گوگل بیایم بالا، پس همین رو انتخاب میکنیم. قبل از اینکه کلمه کلیدیتون رو اینجا وارد کنید بیایید اینجا و زبانتون رو روی فارسی تنظیم کنید. حالا چون که من قبلا زبانم رو فارسی تنظیم کردم، برای من اینجا فارسی مونده، ولی برای اولین بار احتمال داره واسه شما انگلیسی باشه که میایید از توی لیست و فارسی رو انتخاب میکنید تا در واقع توی کلمات فارسی به دنبال کلمات کلیدی بگرده. خب من میام یک بار دیگه همین کلمه اصلی پستم رو، بهترین گوشی هستش، میخوام این رو کپی کنم. در واقع این موضوع اصلی پستم هستش. این رو میام اینجا و پیست میکنم و در نهایت روی سرچ میزنم. خب این هم میاد در واقع از بالا به پایین، از بیشترین سرچ به کمترین سرچ رو برای شما میچینه. فقط این چون که باید در واقع برای اینکه ببینید که در ماه چقدر سرچ میشه، باید پلن پروش رو تهیه کنید، اما ما زیاد نیازی به اون نداریم و از همینجا میتونید تقریبا این 10 تای اول و اونهایی که با موضوع مطلب شما بیشتر سازگاری داره رو انتخاب کنید و اینجا توی قسمت برچسب‌های سایتتون اضافه کنید. خب این ویدیو به پایان رسید. ما توی ویدیوهای بعدی سعی می‌کنیم تا در واقع ترفندهایی برای SEO بهتر و اینکه چی کارها انجام بدیم که سایت زودتر توی سرچ گوگل دیده بشه رو آموزش خواهیم داد. پس کانال ما رو سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.